اینجا در شرق شهر مزار شریف حدود 4000 جریب زمین برای ایجاد یک شهرک صنعتی اختصاص داده شده است. وزیر صنعت و تجارت در یک سفر به ولایت بلخ از آغاز کارهای ابتدایی این شهرک خبر می‌دهد و تاکید دارد که این شهرک به گونه معیاری ساخته خواهد شد. ما می‌خواهیم در داخل پارک صنعتی همچنان وصل به خط آهن و خط ریل باشه و برق هم الحمدلله چون نزدیک است، برق می‌خواهیم که در قدم اول ان شاء الله مسائلش حل کنیم و دیگه کوشش میکنیم که بعد به نام به انگلیسی کلستر بندی میگن یا بخش بندی میگن، هر بخش باید مکمل و مستقل باشه و سرکای بسیار وسیع باید داشته باشه، ساحای سبز داشته باشه. تا بعضی برنامه‌های دیگه داریم که کسایی که اینجا کار میکنن بر از وام یک بخش مختص بسازیم که انشالله اگر کسی کار میکنن بر از یک زمینه زندگی خوب برشان میسر باشه، از نگاه کودکستان، مکتب، مدرسه، مسجدشان، همه چیزشان رضای خداوند باشه، آماده باشه اینجا. بر بنیاد معلومات در حال حاضر نزدیک به 1000 کارخانه تولیدی کوچک و بزرگ در ولایت بلخ وجود دارد که اقلام مهم تولیدی این کارخانه ها از قبیل موترهای برقی، بطری‌های موتر، مواد غذایی از جمله آرد و بیسکویت و پالشگاه‌های مواد نفتی می باشد. رئیس صنایع و معادن ولایت بلخ می گوید قرار است تا بیشتر کارخانه‌های تولیدی که در داخل شهر مزار شریف قرار دارند را به شهرک جدید صنعتی منتقل سازند و کارخانه‌های ذوب آهن و بخش‌های زراعتی را نیز در این شهرک فعال نمایند. حدود 1000 کارخانه اضافه تر ما اوجا انشالله تاسیس میکنیم و اینجا هم کارخانه‌ای که اینجا هستند اینا کلش فعلا فعالیت داره. او کارخانه‌ای که در شهر دسترایا و دخانه هست در مناطق رهایشی او را انتقال میکنیم در شهر که نوی بلخی باستان که امروز افتتاح شد. ساعت دست پلاستیک است، پوش است و آش مکرونایی است، بین بیتری و موترم خودتان دیدین، روغن است، دانه مرغ است، پی وی سی است، بسیار انواع و اقسام تولیدات ما خیلی زیاد داریم در مزار. از سوی همشمار از کارخانه‌داران در بلخ که در بخش تولید مواد خوراکی و غیر خوراکی فعالیت دارند میگویند اگر مشکلات آنان از جمله نبود برق و کمبود مواد خام از میان برداشته شود، توان تولید نیازمندی‌های شهروندان را در بخش‌های گوناگون دارند. این کارخانه‌داران از روند کارشان این گونه حکایت می‌کنند. خواستای ما در کل اینمی است که ما مشابه تولیدات ما در مارکت باید کنترل شود و زحمتی که ما در این کشور به خاطر محصولات زراعتی میکشیم همین جایگاه خود زراعت افغانستان در اولویت قرار بده و ما در کل احساسی که در مقابل وطن داریم، خدمتی که در مقابل وطن داریم، اینمی از دیدگاه حکومتی ها فراموش نشه. مشکلات کانالیسیون است، آب است، این مشکلات برق است. برقای ما مردم مثلا در روز 24 ساعت 5 ساعت 4 ساعت میره، این مشکلات برق داریم. اگر 4 ساعت برق ما بره، 4 ساعت دیگه ماشینالات با حرارت ضرورت داره، یعنی در جنریتر، در برق جنریتر ما پر کردن ما بسیار مشکل است. این مشکلات را داریم. با این همه اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ولایت بلخ میگوید که بازرگانان در بخش اخذ ویزا برای سفر به کشورهای بیرونی با چالش روبرو هستند و نیاز است تا این چالش ها از میان برداشته شود.